امروز اومدم 3 تا از خفن‌ترین و قدرتمندترین وسیله های بازی رو بهتون نشون بدم که خیلی قابلیت کاری. شماره 1 کراسبو هستش که یک اینچنتی میتونید روش بندازید که باعث بشه تیرش از شیلد عبور کنه. یکی دیگر از قابلیتاش اینه که یه اینچنت میتونید روش بندازید که تیرش رو ستایی کنه. و قابلیت آخرش هم اینه که اگه شما راکت دست چپتون بگیرید و کراسبو هم دست راستتون باشه، راکت داخل کراسبو میاد و میتونید راکت پرت کنید. شماره 2 ترایدنت هستش که شما 3-4 تا اینچنت خفن میتونید روش بندازید. یکی از اینچنت ها لویاتی هستش که این ترایدنت رو برمیگردونه به شما. یکی دیگر از این اینچنت که اسمش بلد نیستم که میتونید داخل آب پرواز کنید. و آخرین اینچنت چنلینگ هستش که به هر چیزی، یعنی به هر مابی ضربه بزنید در هوای بارونی رعد و برق بهش بخوره. و شماره 3 میس هستش که هر چقدر ارتفاعتون بیشتر باشه و از اون ارتفاع بیفتید و ضربه بزنید، دمیج خیلی زیادی به اون ماب یا هر چی وارد. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو لایک کن و کانالم دنبال کن.